سلام و درود خدمت شما دوستان گل. خیلی خوش اومدین به پارت سوم نجات ملوان. همینطور که میبینید فعلا ما تو رده سوم هستیم و هفته 11 مقابل استقلال بازی داریم. لایک، کامنت و ساب فراموش نشه. بریم سراغ بازی مقابل استقلال. اینم از وضعیت هفته 11 لیگ و جدول. بریم سراغ هفته 12 لیگ. مقابل فولاد بازی هم تو ورزشگاه خودشون، یعنی فولاد آرنا هست. Hello everybody and welcome to today's match. اینم از وضعیت هفته 12 لیگ و جدول. هفته 13 و 14 رو با هم کویکسینگ میکنیم. بازی بعدیمون تو جام حذفی مقابل سپاهان هستش. Hello everybody and welcome to today's match.
دوستان همینطور که دیدید واقعا بد باختیم و تو جام حذفی حذف شدیم. بازی هفته 15 بازی آخرین پارت مقابل نساجی رو کویک سیم میکنیم. خب دوستان ترکیب ما اینه، کلی بازیکن خوب میخوایم برای تیم که بتونیم قهرمان شیم و نسبتاً بودجه خوبی داریم برای خرید بازیکن. حتما چیزی که از شما میخوام اینه که بازیکن پیشنهادی خودتون رو تو کامنت ها بنویسید. خیلی دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. همینطور که تو آخر ویدیو گفتم یادتون نره بازیکن پیشنهاد بدین، لایک، کامنت و ساب فراموش نشه. اینستاگرام و تلگرام من میاد رو صفحه دوست داشتین جوین شید. تا درودی دیگر بدرود.